قول إمام مالك سئل الإمام مالك رحمه الله نعم يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرجه. نعم إن أثار يعني تقفتين يعني إن أثار صحيح إن أثار صحيح. نعم إن أثر نعم أبو نعيم حلية أوليون ده رواية كارجي. نعم حلية الأولياء برواية كارجي. وكذلك الدارمي رد شان ده والله لكاي وعبو عثمان الصابوني وبيحقي وإسنادش الحافظ ابن حجر رحمه الله كما يقول يعني جيد ما يقول. وكذلك الذهبي وكذلك شيخ الإسلام إسنادش كما يقول يعني صحيح ما يقول. ونفس من أثر أفكي ومدقي از ربيعة الرأي ومدقي بإسناد صحيح ومدقي. عدو من سلمة كذلك ومدقي لكن بإسناد ضعيف ومدقي. الشاهد إن أثرند إمام مالك رحمه الله به یک آدم میبیاد میگه که ابو عبدالله کنیه که کنیه امام مالک. نعم کنیه امام مالک یعنی مالک ابن انس ابن مالک ابن ابي عامر. نعم مالك ابن انس ابن مالك. نعم ابو عبدالله. نعم الاصبحي. نعم از قبیله چی میشد یعنی از قبیله اصبحی. نعم القبيلة أصبحي ميقول كي أبو عبد الله ميقول قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى يعني إن آيات قرآن عنده حفت موضع قرآن عنده مدام مخنه يعني حفت موضع با اومد يعني سورة طه سورة حديد. نعم سورة عراف. نعم حفت موضع مثلا چه با اومد يعني قرآن عنده يعني چه اومد يعني همین آيات اومد يعني الرحمن على العرش استوى يعني الله تعالى بالای عرش به استوا شد. كيف استوى يعني استوى چه يعني استوى چه گفت که الاستوا غیر مجهول. استوا غیر مجهول يعني مجهول نه همه میدونن يعني معنای استوا میدونن. نعم همیننده یعنی چی میگوت يعني ابو عبید القاسم ابن سلام میگوت که استوا لغت عربانده 4 معنای میتیاد. صعد على ارتفع و استقر يعني همش معنای بالا شدنه. الله يعني بالای عرش شد. لغت عربان میدند يعني معنای استوای که نمیدند يعني همه میدند معنای استوای. فهمید؟ يعني استوا لغت عربان چه؟ به حرف علا تعدد میشد و به حرف نعم الى خودش تونی يعني مفعول به به گذشته يعني نعم تعدیه وقتی که تعدیه میکند مفعول به به 3 حالت شاید به حرف علا و به حرف اله و به خودش. اگر خودش که تعدی که شد معنای چه میتید؟ معنای چیه؟ معنای بلوغ و نضوج و کمال میتید. نعم الثمره مستویه یعنی میوه پزد کامل شود استوا میکن. خودش اگر به حرف جر تعدی شود. اگر به حرف اله ثم استوى الى السماء ایننده اهل علم اختلافش نه ایننده به اینکه حتی چیه یعنی معنای بالا شده نمیتید و کلمه اینکه معنای قصد نمیتید. لیکن وقتی که به علا به حرف جر علا تعدی میشد خلاص دیگه معنا ندارد. یگونه معناش بالا شده. یگونه معناش چه بالا شده. هم به ممالی گفت که معناش واضح استوای معناش بالا شده یعنی الرحمن على العرش استوى الله سبحانه و تعالی چی شد؟ بالای عرش شد. الله تعالی بالای عرش شد. استوا غیره مجهول نه معناش عمه منه ها برای که یعنی لغت عربانده فعل و اسم مثلا چی میگه مثلا معنی نعم يعني اسم ما دل على معنى في نفسه والفعل كذلك. نعم ما دل على معنى في نفسه يعني اسم و فعل لغت عربان یک چیزی که نفسش به دلالت میکنه. یعنی شما در وقتی که ذهب گفتید ذهب یعنی چی به یک چیز به دلالت میکنه. چی به ذهاب رفتن به دلالت میکنه. نمیگید که زیدون ذهب ها زیدون ذهب. یک کس میگه که انا ما فهمت ما معنی ذهب
سوني میگوید که ذهب نعم يعني أنا قلت ذهب والمراد يعني ومراد بذهاب الأكل يعني خیلی يعني یا که مجنون این آدم یا که این آدم چی؟ از لغت عرب يعني خبرش نه يعني لغت که به الله تعالی قوم يعني چی؟ خلق نکارگی وقتی که خلیل رحمه الله حمام يعني حمام بخار هست که بانیه يعني وقتی که حمام میدارد یک اعرابی میبیند یک آدم میبیند یک عربه همراهی چوی همراهی پسرش آبادی کرده داد میبیند که خلیل ابن احمد فراهیدی امام لغه میگوید که به خدا نشون دادم به ها فهمت که ما در اهل لغه بدونم بچه میگه که نعم یا بنی میگوید اغسل رجلاک وابدا بیمیناک میگوید اغسل رجل چی میشه یعنی رجلیک اول چی گفتاد اغسل رجلاک وابدا بیمیناک یعنی فصیح گفت که خلیل بیند که ماشاءالله فصیح سونی میگوید که خلیل میگوید که یا امام میگوید هذه اللغه میگوید لم يبقى احد يتحدث بها على الاساس یعنی آدم لغتش وایرونش استفاده است یعنی ها یعنی برای که وقتی باید چی شد یعنی عرب با عجم خلطه شده بعد از راه کنه عربات خودشون مثلا یعنی عربی گفت هم وقتون سر شکایت کرد که یعنی لغت ما یعنی چی ضعیف استفاده است بیاد خلیل میفهمده نه که هذه اللغه میگوید یعنی انام لم يبقى احد يتحدث بها یعنی کم در کم آدمون که با این لغت فصیح عربی گام میزدگی بیاد خلیل میگوید که اصلا میگوید هذه اللغه لم يخلق الله عز وجل لها اهلا این لغت تو الله تعالی خلق اصلا خلق کردنش نه یعنی ها این لغت تو الله تعالی خلق کردن نه کنون لغت کردن سوده یعنی همین بیان معنی که مثلا یعنی ذهب گوید و مراد به اکل گوید ها یعنی اینجا مثلا یعنی استوا گوید که معنی یعنی لغت به استوا اومد لیکن مراد استولا باشد یعنی لغت کدوم قوم یعنی لغت روم یعنی لغت ترک یعنی لغت فارس کدوم لغت نه کدوم لغت اومده که استوا معنی استولا میتیاد کجون اومده یعنی کدوم لغت این گپ اومده کلام باطل یعنی فهمید هم به مالی میگه استوا غیر مجهول نه معنیش همه میدونن همه عرب چی میدونن یعنی میدونن یعنی مشهور یعنی لغت نعم يعني معناش واضح معناه استوى معناش واضح ها انا میخل این قاعده چی شد یعنی اثری شد یعنی تمام صفات ها با ما این قاعده چی میکنیم یعنی اعمال میکنیم تطبیق میکنیم دست پا رو همش معروف معناش مجهول نه همه معناش میدونیم لیکن کیف غیر معقول کیف چگونگی و چیز نمینه و چگونگی یعنی معقول نه اصلا یعنی با عقل فهمیدن نمیتونه این چیزه ها برای که ما این چیزه ندیدگی و مانند این چیزه هم ندیدگی و سیمش یکون صادق ما به خبر نداری اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیزه نگفته باشه ما کجا می‌دونیم این چیزه ما این چیزه ندیدگی که الله تعالی چی خیل نام استوا بالای عرش بیان بالای عرش برآمدگی مومن بالای عرش برآمدگی لیکن چگونه شش یعنی چگونه یعنی بالای عرش اند ها یعنی کلمه شش تا نمیگیم نام اینما چی میگیم بالا شدگی چی خیل و چیز مومن شوی با عقل من چیزا فهمیدن نمیتونیم یعنی والایمان به واجب یعنی معنا به واجب والسؤال عنه بدعه یعنی میگه سوال دادن بدعت چگونه برای چی چه خیل این بدعه ثم امر بالرجل فخرج گفت که ما اراك الا مبتدعا یعنی من تو میبینم که تو اهل بدعتی ضروره دو حیاش کنید یعنی با اهل بدعت یعنی مناقشه کردن نمیشه با اهل بدعت یعنی مناقشه نمیکنی اهل بدعت جزاشون چیه رانده میشن و یا کتشته مناقشه کردن هم مجادله کردن چه خیلی که احمقا یک ساعت دو ساعت سه ساعت شده مناقشه ها میکنند با اهل بدعت اینا همش یعنی غیر طریقه یعنی علماهای نام تراز الاول از این چیز بیزار این چیز نبود یعنی نام الله سبحانه و تعالی چی گفت و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا نام فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره یعنی چی کنه یعنی فاعرض رو گردون آبای رو گردون آبای که دیگه چی نچی
نعم ومنه آيات آيات محكمة ومنه نعم متشابهات وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم رسول صلى الله عليه وسلم قلت يعني منه أهل بدعة فاحذروهم هذا منه شيء حذر كنت يعني هذا أهل بدعة شدان يعني حذر كردن هم با أبو قلابة رحمه الله كما يقول يعني يقول كي لا تجالسوا أهل الأهواء لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تناظروهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض الذي لبس عليهم. ها يعني بأهل بدعة نشنت بأهل بدعة مناظرة نكنت من ايمن نمیمونم که یعنی چی میکند وای خوشمویه ضلالت ده غمس معنیش چی میچو کند میغرق میکند دوتون یا که بعضی چیزهای تلبیس میکند دوتون شماهای فهمدید هم به یحیی ابن ابی کثیر میگفت که اذا رأیت مبتدعا فی فج فسلک فجا آخره اگر مبتدع یک راه ده بینی دیگر راه خودت بگیر حتی سلام به نرفت پیش وایده اذا رأیت میگفت مبتدعا فی فج فسلک فجا غیره دیگر راه خودت بگیر. برای من اهل بدعه نعم اهل خیلی حزبی ها اهل غضا اهل مرض مثلا نه این مرضا مثلا نه امنوی که مثلا با علما ها مثلا نه از دور از علما با ها یعنی ابدا یعنی معامله نکنید ها مجادله نکنید وای ها به نصیحت حجت نه نصیحت حجت روان نزد علما ها به هم میبیاد وای شیاطین و یا چی شیاطین یعنی اهل بدعت شیاطین شیطان یعنی ابو محمد بربهاری و یا بچه برآورد کرد عقرب با گژدم یعنی و یا فهمدید و یا گژدم گفته اهل بدعت یعنی و یا همین خیلی میکند که توی بی خبری تا نمیگذد گژدم از مور فرقش همین که مور روی راست به هجوم میکند لیکن گژدم خیلی گژدم مثل روباه برید یعنی چی میکند یعنی ترسانچک جبان ترسانچک خبیث لعنت الله علی عقرب ما تركت نبيا من الانبياء الا لدغته میگن علیه الصلاة والسلام خبیث یعنی این گژدم ها چیکار میکند روس میشه وقتی که تو خودت یعنی نام در امان حس میکنی همین اومده میگذره اهل بدعت من میخواد توی چی میکند یعنی برادر میگن من فقط نصیحت میخوام فقط نصیحت انا دو گوشم در تو گفته ها همین خیلی میکند که تو میگویی که ماشاءالله نصیحت طلبی اومدی ها تو وقتی که نصیحت میکنی ایستاده شبهه میپرتاد خودت ده تو نصیحت کنی بدن اومدی می برای میگویی که اون نصیحت میکردی ما نصیحت کنی ما به بیا دماندازه کن ها حق دو شيء لا يعطي خودت نیست علم چه خیل مثلا میکنی هم به یعنی چای العافیت العافیه یعنی نصیحت رفت شیخ ربیع خونشه انا پول ندارم 5 رول مامتیم ها یک بونیت بشینو گفت که حی رفت به شیخ ربیع میگه نه کذاب خبیث میگویی از شیخ ربیع قبول نمیکنه من قبول میکنه ها روباه گشتم بدن تا دیده تو دارم جاده نویسموندگی اقرا کیف رمیتی تو نما شیخ ربیع بچه یعنی از شیخ ربیع قبول نمیکنه من قبول میکنه کیف رمیتی خبیث برای همین یعنی چی بینها مثلا ابدا یعنی قول می یحیی ابن ابی کثیر یعنی این قول وقتی که گفت یعنی حق گفت یعنی حق اهل بدعت نونسه گفت وای بر یعنی نزدیکی کردن مودشته اگر یک دورنده بینی مثلا مباشرتا دیگر راه گیری یعنی فهمدی دیگر راه گیر خودت یعنی اگر سلطاننده بینی طریق سبع مساجد گیر خودت یعنی روش یعنی ابدا نه افتاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.